کرالدرا یک نرم افزار طراحی گرافیک و وکتوری است که برای خلق تصاویر مقیاس پذیر بدون افت کیفیت در بزرگنمایی استفاده می شود. کرالدرا را می توانیم با 4 نقطه اساسی بیان نماییم. شماره اول لوگو و وکتور سازی، شماره دوم کارت و ویزیت، شماره سوم پوستر و بسته‌بندی، شماره چهارم نقشه های فنی. اگر می خواهید یک دیزاینر حرفه‌ای شوید پس به کانال ما بپیوندید. هیچ شاگرد نزد ما ناتوان در یادگیری نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما به ادامه درس‌های گذشته کرالدرا. افکت یگانه بخشی بود که معمولا در حالت پروژه استعمال بیشتر میگیره و ما از اینجا تا به اینجا کار کردیم. بالا یک عکس یا شیپ، نورش، افکتش، گرافیکش، کیفیتش ادجست کردیم که در حقیقت همه اینا نظر به حالت گفتم استعمال داره. و این حالت این روز بود، حالتی بود که برش را تنظیم میکنیم. اگر این را کلیک بکنیم به این ترتیب حالت برش ها می آید. هر برش را که انتخاب بکنی و زمانی که رسم بکنی اون تو یک برش اونجا رسم میشه. اگر میگی استاد برش ها چی به درد من میخوره؟ این برش ها معمولا در دیزاین در افکت کاربرد داره. اگر متوجه باشین زمانی که ببینیم آیا در حلقه کار میکنه، زمانی که یک حلقه رسم بکنم این دیزاین بگیرم ببین کار کرد. اگر شما دیزاینایی را دیده باشین که در روی عکس ببینین، من یگان دیزاینا را باید براتون نشان بدم عملا تا درک بکنین که همین چی فایده داره اگر میره ما یاد بگیریم. ببینین ما قبلا دیزاینا زیاد وارد کردیم و همین دیزاینا را اگر دیده باشین همچون دیزاینی در خود داره. میبینین دیزاینش اون قسمته اونمو دیزاینا که هست رده و یا گرافیک دار، چارزل دار، اینا کلش از خود کرالدرا از این میجه استفاده می شود. این برش ها را که یاد داشته باشین میتونین ازش استفاده کنین. رنگکش سفید میکنین اینجا، زمانی که سفید کردین زیباتر معلوم میشه. خب این دیزاین میکنم مزاحمت میکنه، ریکوایت بکنم. این اکسس وردش بسته کنم. ببین ولی رنگش که سفید کنی فعلا نداره، ولی اگر زمانی را ببرید در روی یک دیزاین قبلی، مثال فکر کو که اینجا یک دیزاین کلان رسم میکنم، رنگش هم میتونم سیاه. زمانی که سیاه کردین اینا رو سعی کنین ممو افکت جور کردگی خودم میارم. همینجا بود نه؟ ببینم در کجا بودم. رنگش دفتن سفید کردم حالا پیدا بتونمش. پیداش کردم. سعی کنی در روی رنگ سفید چقدر خوب معلوم میشه. آبجکت برو ایره ببر بالای از میبینین ولی اگر هم تو یک بک‌گراند داشته باشین ایره در مو قسمت های بک‌گراند بچینی به نظر زیبا معلوم نمیشه، مقبول معلوم نمیشه. پس به او دلایل این برش ها کاربرد میگیره. بعد از اون میم در قسمت افکت، بعد از اینجا برش خب دیگه کل گپا سر همون گپ است دیگه. هرچی که داخل همی بگردی جز اینمی گپا دیگه گپا پیدا نمیتونی. پس افکت را غیر فعال میکنیم تا آپشنش از اینجا برداشته شود. دوباره در افکت میریم حالت بی ولد میگیریم. زمانی که حالت بی ولد میگیرین میتونین همچون رنگای دیزاینایی که از گذشته داشته باشین در روی اینا استفاده کنین. خب خودش یک شیپ است، در یک شیپ کار نمیکنم. میریم یک قطعه عکس وارد میکنم، بالای ایمپورت کلیک میکنم. امکان داره بعضی دیزاین ها بالای عکس کار میکنه، بعضی دیزاین ها که از دوستا بالای یک شیپ کار میکنه. این تو به این معنا نیست که سری یک قسمت کار کنه. ببینین حالی دیزاین انتخاب میکنم، بی ولت اجازه نمیده تغییرات ایجاد بکنم. هر دیزاینی که انتخاب کردم ببینین شیپ انتخاب کردم اجازه داد. اگر کیفیت از زیر ما در حد 19 ببرم اپلای کنم میبینین سایه را در 4 طرفش به رنگ سایه سرخ ایجاد کرد. اگر می آمدین به رنگ سبز میگرفتین و اپلای میکردین حالا رنگ سرخ به سبز تبدیل میشه. اون قسمت بالا سبز است و اینجا سرخ، یعنی یک شادوی کالر داریم، یک لاینر شادو داریم. هر کدامش دوست داشته باشین به ترتیب میتونین تغییرات ایجاد کنین. گفتم نظر به مینو کیفیت درس درست حسابی فهمیده نمیشه، ولی اگر در پروژه کار کنین کیفیت عالی در خود میگیره.
هرچی نمی تغییرات ها را زیادتر ایجاد بکنین پایین و بالا ببرین اما قدر حس میشه تغییرات ها در روی بک‌گراند هاتون. ببین روی عکس کار نکرد، فقط در روی شیپ کار میکنه. پس دوباره ایرم غیر فعال میکنم، میرم در حالت بعدیش هست بلند. اما این اگر فعال بکنی ببین در این کار کرد نخیر. بعضی اوقات بالای یکی از شیپ کار نمیکنه، دیگه شیپ ها کار میکنه. خب امو دیزاینر را به خود کار داره که اگر یادتان باشد در این قسمت خوانده بودیم حالت های دیزاینی بود که 3D بود. خب من اینجا میم یک دیزاین بود که امو را پیدا کنم، یکی به خانه دیگه ارتباط میداد، پای در پای میشد. هر اینمی آپشن هایی که میبینید در حقیقت نظر به حالت کار میده، در هر حالتش کار نمیده. یک تازی 3D هم اینجا بانم بالا، یکی را پس بگیرم. خب او دیزاین را پیدا نکردم، پیدا کنین. اینجا معمولا این بالای همون کار میده، تعدادش کمو زیاد میتونید. پس میم د افکت بالایی را میبرداریم، حالت بعدیش را فعال میکنیم. اگر این را فعال بکنین که کنترل اف نوز چی کار میکنه؟ این شیپی که از گذشته دارین، مثال شما قبلا رسم کردین جور کردین ولی از زل و چوکاتش خوش نیستی. اگر این را بگیرم اپلای کنم ببین دفعتا تغییر داد نداد. یعنی چه کمه که زیاد کنم 5 درجه اوکی کنین. ببینین اینم یک کمه که بالا برم حالتش هم باید تغییر کنم. این را بگیرم یک بار اپلای اینالسه شد. ببین دینی دیزاین آخری وارد شوین، وقتی که را بگیرین اپلای کنین چارزل میشه، این را بگیرین حلقه میشه و اگه این را بگیرین به این ترتیب تبدیل میکنه. هر دیزاینی را که دوست دارین انتخاب کنین اوکی کنین، تبدیل به مو کیفیت و حالت خدا چی میکنه؟ تبدیل میکنه. رنگاش هم تغییر داده میتونین، مشکلی نداره. وقتی اوتلاینش بالا بردین ببین 4 طرف از یک برش دیزاین ایجاد میشه. ولی اگه این را بگیری اپلای کنی به این رقم نشان میده، این را بگیری به این قسم. مهمی است که تو نظر به حالت از کدام حالتش که راضی هستی استفاده کنین در دیزاین هایتان. ولی باید یک بار رنگش تغییر کنه، رنگش که تغییر کنه خود به خود فهمیده می شود. بعضی هم میتونید تعداد آبجکت و کالرش کم زیاد کنید. میبینید همون وسط باشه مقبول دیده میشه 4 زل. فکر کنیم یک باردر است. دوباره اینا را کلوزت میکنم، میریم د افکت قسمت کنترل اوسو میکنم، میم حالت بعدی. این حالت ما فعال کردم، شیپی که در اینجا دارم تبدیل به قلبش میکنم. سایکالی رو میگیرم ببینیم کار میته، باید تبدیلش کنم. خب یک کار میکنم آسشت. ببین یک بار انتخابش کنین آلسشت. به این ترتیب به این ترتیب هر حالتی را که دوست دارین ازش انتخاب کنین. اما این دیزاین از قبلا داده شدگی یک کم یک ذره گدوت نشان میده. من یک شیپ سادگی که دیگر رسم کنم اینجا رنگش سرخ بگیرم آلسه کنین اینال خوب شد. این افکت های آماده است، پس آن خودتان هم میتونین تغییرات بیارین، مشکلی نیست. مهمی است که بعض اوقات نیاز میشه از یک دیزاین استفاده بکنین. این همون دیزاین هایی است که نظر به حالت ازش استفاده کنین. بالایت که بزنین تطبیق میشه و اینجا هم استایل های دیگهش هستن. ببینین من از این دیزاینم دوباره استفاده نمیکنم. اینی سعی کنین فعلا کار نمیده، ولی اگر در صورتی از این دیزایناش استفاده کنین در روی یک شیپ مثلا این تو کشف کنین به یک حالت چارزلی باز میتونین که اینی را فعال کنین دوباره از تغییرات برین اندازه‌ایش. هر حالتش که دوست داری بگی ببین زلش تغییر کرد. این استایلش هسته. از اینجا هم تغییر داده میتونین ببین این قدر چرخشش بده. این استایلایی است که من با شما در اینجا به خاطر میگم که سبا روز در حساب دیزاین دادن در روی یک بنر در روی یک شیپ از اینا استفاده کنین. اینا خوب دیزاین هستن. باز بخیر در پروژه ها که رسیدیم 100% من از اینا استفاده میکنم. مسئله لاینر باید یک خط رسم کنیم. مثلا یک خط که رسم کردی باز اینمی خط میتونی که ببین یک مووش میکنم بالای شیپ سیاه که باز
خدا یک کمکی نما بده. ببینین این از زمانی که بالا موف کردین بین د افکس بالای لاین کلیک کن. لاینز که کلیک کردین اینا سر خط میتونه تغییرات برین. هر خطی که بخواین تغییرات برین ایمی حالتش هست. ببین هرچی بالاتر برین لاین هم قدر تغییر میکنه کیفیتش. اینا به خاطر همون دیزاین هست. کالر اندوش میکنیم، باردرش میتیم، هر حالتش که خواستی از اینجا تغییر داده میتونیم. 90% نشته کنم یک حالت تغییر دیزاین ها در خود ایجاد میکنه. به شرطی که اینا رو شما زیاد دستک زده برین میفهمین سایکو باردرایش هسته. اندازه کیفیتش براتون نشان دادش. ببینین خط کم کج و کورش کرد. این دیزاین ها که از معمولا از همین ها استفاده می شود. فقط بالایشان کلیک کن تغییرات بیار. هر حالتش که دوست داری. حالت آخرش که است خیلی جالب است. مثلا من این چوکات ساده چارکنج رسم میکنم. یک دم تصمیم میگیرم که 4 زل از این تغییر کنه. این از دیزاین کدامش است؟ این آخریش است. این دوتا را غیر فالکو ما از اینا کار نداریم. ببین من اینی کیفیتش است. اگر بالاتر ببرم حالتایش ببین حالی باید تغییر کنه. یک اندک چیزی را کلان کنم 8 درجه کنمش. ببینیم چرا تغییر نمیکنه. حلقه‌ای باید ایجاد کنم. میبخشید. هر دیزاینی را که وارد میکنین یک بار اپلای کنین. فکر من نیست اپلای نکردیم. دیزاینی که از اینجا می ایجاد کردم ببین 4 چوکات باردار خود تغییر دادم. اگر قسمت اولی را در حد 51 برم اپلای کنم ببین ولی این قدرش کرد. ولی اگر طرف بالاتر برم 210 کنم به این اندازه کیفیتش تغییر میده. اینا به خاطر همون تغییر کیفیت است. هر حالت را که دوست داری یک انتخاب بکو. یک باردر بسیار استاندارد و یا یک شیپ بسیار استاندارد ازش میسازید. این همون دیزاین هایی است که نظر به حالت استفاده صورت میگیره. ما شما از افکت مکمل خلاص شدیم. روز بعد بالای قسمت بعدی حرکت میکنیم. یک نمینا را تمرین بکنین، کار بکنین و از دیزاین هایی که اینجا دادین استفاده بکنین. خوب است. بالای شیپا پروژه ها خوب استفاده میشه. تمرین بکنین.